بریم به پیچ معکوس اول جاده رواسون. اینجا با 70 تا وارد پیچ میشم، دیگه گاز نمیدم. بعضیا میگن این ماشین یعنی 206 سر پیچ تعادل نداره. یه عده دیگه هم هستن که میگن اشکالی نداره، میشه با افتر مارکت و بعضی از آپشن ها این مشکل رو برطرف کرد. من امیر هستم، اینجا کانال کاروانه. امروز اینجا هستیم تا با هم دیگه تست بکنیم ببینیم آیا با افتر مارکت یعنی با قطعاتی که بعداً میشه از افتر مارکت تهیه کرد این مشکل رو برطرف کرد یا نه. پس با من همراه باشید. خب همونطور که گفتم یه سری از دوستان میگن که این ماشین واقعا تعادل نداره بر اساس تجربیات خودشون. یه سری دیگه از دوستان، بعضی از دیگه دوستان هم هستن که میگن این مشکل رو میشه با وسایلی که از فروشگاه افتر مارکت، فروشگاه لوازم اسپورتی تهیه بکنیم و روی ماشین نصب بکنیم. منظور من چی هستش؟ میخوایم در مورد چی حرف بزنیم؟ چیزی که میخوایم در موردش حرف بزنیم اینجا قرار میگیره، بهش میگیم میل تعادل. چیزی که توی ایران بهش میگن استرس بار که البته اشتباه هستش و استرس بار درست هستش. احتمالاً با خاطر استرسی که به سرنشینا و راننده وارد میشه تو ایران یه همچین اسمی براش گذاشتن فروشنده ها و خب اکثر مردم هم به همین صداش میزنن. ولی خب فکر میکنم اگر تو زبان فارسی ما بخوایم در موردش حرف بزنیم میل تعادل بهترین گزینه هستش. آپشنی که فروشگاه‌های افتر مارکت در موردش حرف میزنن برای بهبود وضعیت تعادل این ماشین اینجاه. استرس بار یا میل تعادل، چیزی که تو بازار ایران بهش میگن استرس بار. امروز قراره بدون وجود این وسیله یا آپشن یک بار این ماشین رو تست بکنیم توی پیچ ها و احساسی که به ماشین وارد میشه و به سرنشینان راننده یک بار بدون این وسیله تست کنیم. بعد از نصبش یک بار دیگه تو همون پوزیشن و توی همون لوکیشن تست بکنیم ببینیم آیا واقعا تاثیرگذار بوده یا نه. اتفاقی که برای تمام خودروها میفته این هستش که سر پیچ به یکی از چرخها بیشتر از اون یکی چرخ فشار وارد میشه. طبیعیه. چالش هایی که یکی از چرخها داره، استرس هایی که داره و فشار مضاعفی که به وجود میاد سر پیچ ها به یکی از چرخ ها بیشتر از اون چرخ هستش، به خصوص چرخی که توی پیچ قرار داره. کاملا یه اتفاق طبیعیه. اتفاقی که واسه چرخ ها میفته و در واقع برای کمک فنرها میفته این هستش که سر پیچ یکی از چرخ ها بیشتر بلند میشه و یکی از چرخ ها کمتر فشار بهش وارد میشه و میره پایین. حالا چرا اینو گفتم؟ ما یه یو شکل در واقع داریم توی خودرو که خط عرضی، اگر بخوایم بگیم خط افقی، سیستم جلوبندی هستش که شامل گوش و طبق و اینجور چیزها میشه که در کف ماشین خوابیده. یه حالت عمودی هم داریم، دارم عامیانه و ساده میگم، یه حالت عمودی هم داریم که در واقع دو ضلع یو ما هستش که کمک فنرهای ما هستش، مجموعه فنرها و کمک فنرها. این وسط اینو دیگه فکر می‌کنم خیلی راحت میشه در موردش حرف زد که یه یو، شما تصور بکنید یک یو رو خیلی راحت میشه از هم بازش کرد و فشار بیشتری بهش وارد میشه، ولی ما نیاز داریم به یک ضلع دیگه که این یو رو تبدیل بکنه به یک مربع.
اون قطعه‌ای که میتونه این یو رو که من اسمشو گذاشتم رو یو تبدیلش کنه به یک مربع کامل با 4 ضلع مختلف، قطعه‌ای هستش به اسم استرت بار یا میل تعادل که از این کمک فنر وصل میشه به اون کمک فنر. این رو بگم که استرس باری خوب هستش که در زمان تصادف طبیعتاً صدمه‌ای به اون یکی نزنه، چون هر اتفاقی که واسه این بیفته احتمالاً باید برای اونم بیفته. بهترین استرس بارهایی که ما توی بازار داریم شرکت‌های مختلفی دارن تولید میکنن. من نمیخوام در موردش حرف بزنم کدوم شرکت‌ها، چون تبلیغشون میشه طبیعتاً. دوستان بگردن خودشون میتونن پیدا بکنن که کدوم شرکت‌ها هستن. ولی میخوام بگم که ما با این آپشن میتونیم تعادل به ماشین بدیم. اتفاقی که واسه ماشین شما میفته اینه که شما کم فرمانی نخواهید داشت، بیش فرمانی هم نخواهید داشت. البته برای این آپشنی که جلو بیشتر هستش کم فرمانی بیشتر لحاظ میشه، کم فرمانی بیشتر مد نظر ما هستش و روش تاثیر گذاره. بیش فرمانی حداقل من که اطلاعی در موردش ندارم. حالا کم فرمانی یعنی چی؟ زمانی که کم فرمانی اتفاق میفته یعنی چی؟ یعنی شما سر یه پیچ دیگه تعادل روی یه دونه از چرخ‌های خودتون نخواهید داشت. چرخ جلوی شما زودتر از چرخ عقب شما بلند میشه. باعث این قضیه میشه که شما دیگه اون موقع هیچ تعادلی روی فرمون ندارید، هیچ کنترلی روی فرمون ندارید و طبیعتاً کنترل فرمون از دستتون در میره، تعادل ماشین از دست میره. این ابزار میتونه کمک بکنه که این اتفاق پیش نیفته. به علاوه کمک هایی که باعث میشه که شما لاستیکاتون دیرتر تموم بشه و یه مطلب دیگه جلومندی شما سالم میمونه، چون همیشه نیرویی که وارد میشه به طور مساوی، اگر مثلا فرض بگیریم توی یه پیچ 100 بار، مثال میگم 100 بار فشار باشه در حالت نرمال روی یکی از چرخ‌ها، با وجود این آپشن تبدیل میشه به 50 بار. 50 بار برای این، 50 بار برای اون. این وسیله کمک میکنه که تعادل ماشینتون بهتر حفظ بشه. چرا؟ چون اجازه نمیده یک طرف ماشین بیشتر بلند بشه. تمام نیرویی که قرار هستش که فقط وارد بشه به این کمک فنر و این قسمت ماشین، این چرخ ماشین، تقسیم میشه بین دوتا. پس طبیعتا تعادل ماشین خیلی بهتره. کمک به جلوبندی ماشین هم میکنه که عمر بیشتری داشته باشه، استهلاک کمتری داشته باشه، لبه های لاستیکتون دیرتر صاف میشه و در واقع لاستیک ساوی دیرتری دوچارش میشه. و همین چیزی که حالا البته این رو من بگم، این ادعای هستش که کسایی که این قطر رو ماشینشون میبندن دارن. من فقط انتقال دادم، یا حتی فروشنده این آپشن ادعاهای اونا هستش. یه مسئله دیگه هم من قبل از اینکه این قسمت رو تموم بکنیم بگم، این همین وسیله رو ما برای عقب هم داریم. توی یکی دیگه از کلیپ ها حتما میخوایم اون قطر رو نصب بکنیم و یک بار دیگه ببینیم آیا با وجود اون تعادل این ماشین، کسایی که میگن که پشت 206 در میره، با وجود اون 206 هاچبک آیا تعادلش از دست میده؟ تو چه سرعتی دست میده؟ چه حسی به راننده منتقل میکنه و سرنشینان؟ پس با من باشید، میریم برمیگردیم برای تست مرحله اول. خب مواردی که گفتیم الان میخوایم تستش بکنیم که ببینیم که آیا اینطور هستش که به قول اون دسته اول اصلا هیچ ایستایی ما نداشته باشیم، هیچ تعادلی روی ماشین نداشته باشیم و تو چه سرعت این اتفاق میفته. من الان توی مسیر جاده لشکرک هستم، مسیری که همیشه مداوم میرم و برمیگردم، بنابراین یه مقداری بیشتر بهش اشراف دارم و میدونم که تو حالتی که حالا مثل الان که در واقع میل تعادل رو ندارم، چه سرعتی رو دارم همیشه و چه کنترلی دارم. میرسیم به پیچ اولی که تقریبا من الان دارم با 65 تا میرم. اولین پیچی که خیلی هم تند و تیز هستش. شانس ما امروز یه مقدارم شلوغه، اگر نشد دوباره یه دوره دیگه بعد میزنیم. سعی میکنم گازو پر بکنم تا میشه جایی که قبلا تست کردم. ببینیم که الانم من 60 دارم، دنده 2
پر میکنم. دیگه بره کنار. 110 تا دنده 3. پیچ دوم که تقریبا پیچ تندی هم هست با 90 تا یه ترمز میزنم، سرعت روی 70 تا. پیچ سوم سرعت همچنان روی 70، 60 البته الان. پیچ چهارم دنده 3 یه ترمز میزنم، سرعت روی 70 و دوباره این پیچ 80 تا و دیگه تقریبا مسیر مستقیم. یه مسئله که هستش اینه که با توجه به اینکه من رینگ و لاستیک پهن دارم روی ماشینم، شاید خیلی منبع موثقی نباشه که در مورد این قضیه به تنهایی حرف بزنم که میل تعادل میتونه به صورت تنهایی اثر بخش باشه. و با توجه به اینکه البته خب کمک فنرهای پوست کوتاه و فنر ریس دارم، این خودش یه مقدار این قضیه رو پوشش داده. من فکر می‌کنم تو حالت استاندارد من با 206 یا 207 توی شرایط نرمال فکر نمی‌کنم بیشتر 50-60 تا بشه رفت. این شرایطی که ماشین من داره احتمالاً خودش کمک کرده به ایستایی. ولی خب به هر صورت این الان شرایطی هستش که الان ماشین من داره. باید ببینیم بعد از اینکه میل تعادل رو می‌بندیم آیا واقعاً کمک میکنه که پایداری ماشین بهتر بشه و اون مواردی که در موردش حرف زدیم کنترل بهتری ما روی پیچ ها داشته باشیم و حتی دست انداز هامون کمتر حس بشه تو ماشین. میریم به انتها میرسیم، یه دور دیگه میزنیم، معکوس همین پیچ ها رو هم یه بار دیگه تست میکنیم. البته من الان نیتم سرعت گرفتن نیست، ولی خب به خاطر اینکه ببینم توی پیچ که میرسم تا چه سرعتی رو میتونه تحمل بکنه تو شرایط نرمال، تقریبا نرمال ماشین من، سعی میکنم بالا بیارم. این پیچ خیلی خطرناکه که خیلی هم گول زنکه و پیچ بعدی پیچ در واقع پیچای معکوس هستش به سمت لواسون. پیچ دوم سرعت 80 تا با 80 تا وارد پیچ میشم. اینجا یه ترمز میزنم 70 تا، سعی میکنم تو مسیر خودش نگهش دارم بتونم. تقریبا با 70-75 تا وارد پیچ شدم تو شرایط نرمال. اگر بخوام این پیچ سوم 70 تا یه مقدار تو دلم تکون میخوره راستش رو بخوایم. کم فرمانی که در موردش حرف میزدم اینجا داره صدق میکنه، یعنی کاملا میشه اون کم فرمانی رو احساس کرد که سر پیچ یکی از چرخ‌ها به میزان بیشتری میاد بالاتر و باعث میشه شما خودتون دچار کم فرمانی بشه. با 90 تا وارد پیچ میشم، جلد خیلی هم پیچ زیادی نیست، 85 تا 80 تا 75 تا. این پیچ معکوس که خیلی هم پیچ شدیدیه، حتما میایم زیر 70 تا، بله 60 تا و 55 تا و مجبورم که به خاطر اینکه اون کم فرمانی کمتر احساس بشه و دوباره این پیچ 70 تا دارم زور زیادی باید بزنی راستش رو بخواین. ولی خب باز هم میگم رینگ و لاستیک خیلی مهمه، خیلی مهمه. حتی کمک فنرها و فنرها هم همینطور خیلی مهمن توی پایداری ماشین توی پیچ ها، که خب من اینها رو قبلا چون برای ماشین خودم انجام دادم و در واقع رعایتشون کردم، تهیه کردم، میشه گفتش که کمتر این به چشم میاد. بریم به پیچ معکوس اول جاده
لواسون اینجا با 70 تا وارد پیچ میشم، دیگه گاز نمیدم چون اینجا دیگه داره کامل دیگه داشت در میرفت. این دیگه قشنگ سر 50 تا کاملا داشت در میرفت. جالب بود، خیلی بهش فشار آوردم ولی خب گاز نمیدادم. الان مسئله که هست اینه که چقدر اینجا ترکشن کنترل خیلی مهمه که الان جدیداً چیزی که اطلاع داریم دارم وارد میکنم و قیمت گزاف اصلا نمیدونم واقعا فازتون چیه. 100 میلیون تومان 200 میلیون تومان هزینه بیشتر روی خودرو به خاطر ترکشن کنترل، چیزایی که استاندارده. نمیدونم واقعا نمیدونم چه فکری تولید کننده با خودش کرده دیگه، باید از خودشون بپرسیم. در صورتی که شما میتونین همین الان با تقریبا 30-40 میلیون تومان یه ESP داشته باشین روی خودرو خودتون، روی 206 یا 207 رو میگم، و این کاملا این قضایی رو پوشش بده. پس اینجا بودن ESP واقعا خودشو نشون میده، واقعا خودشو نشون میده. دیدین تو این پیچ آخر کامل داشت در میرفت، یعنی با 55 تا سرعت ماشین داشت میرفت و فقط کنترل خود من بود. تازه با ماشینی که ارتفاع پایینی داره، رینگ و لاستیک مناسبی داره. امیدوارم که واقعا خودروسازا تو خودروهای جدید ESP رو کامل دیگه نصب کنن، اما اگر تو سال جدید نداشته باشیم باش. الان نیمه دوم سال 1402 این، در حالی که خیلی از تولید کننده های خودرو تو دنیا سالهای زیادیه ترکشن کنترل و ESP رو دارن، ما حالا تازه به این نتیجه رسیدیم. دوستان به این نتیجه رسیدن که باید اینو نصب کنیم. ببینید چقدر جونها سر این قضیه رفت. یه مسئله خیلی ساده، رو ماشین ترکشن کنترل اگر باشه، واقعا جایی که داره ماشین در میره دیگه اجازه نمیده ماشین گاز بخوره. نتیجه من سر این تستی که دارم انجام میدم این هستش که توی چه سرعت‌هایی چه احساسی از اون پیچ به من منتقل میشه و در واقع من چه اطلاعاتی از سطح جاده میگیرم. چیزی که واسه من مهمه این هستش، چون قراره بعد از این که این قطعه رو ما میبندیم ببینیم که آیا واقعا همچنان با همین سرعت ما میتونیم پیش بریم و تعادل ماشین رو با همین سرعت حفظ بکنیم یا نه بیشترش رو میتونیم تحمل بکنیم. خب بریم این قطعه که حالا گفتم به اشتباه تو ایران بهش میگن استرس بار و احتمالاً به خاطر همون استرسی ازش که به راننده وارد میشه و در واقع تولید کننده این اسم روش گذاشته و عامه مردم و در واقع استرس بار درست هستش و ما میگیم میل تعادل. ببینیم که بعد از نصبش چه اتفاقی خواهد افتاد. پس با من باشید بریم این قطعه رو نصب بکنیم، برگردیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. برگشتیم با نصب استرت بار یا میل تعادل. همینطور که میبینید از این کمک، از در واقع سر این کمک در واقع روی اتاق، هیچ ارتباطی به کمک نداره، وصل میشه میاد این طرف و اینها هم که تنظیم میشه. یعنی در واقع اول دوتا بازو رو باید ببندین طبق همون چیزی که توی فیلم دیدین، این بازو اون طرف و این بازو، و بعد اینها بسته میشه و توسط این پیچ ها تنظیم میشه. یه موردی هم که هستش اینه که زمانی که خواستین نصب کنید، حالا توی کلیپ هستش، بعضی این تیکه رو له میکنن یا میبرن و این رو نصب میکنن. نیازی نیست. اگر هم حالا له هم کردید یا بریدین هم هیچ مسئله خاصی به وجود نمیاد، برای اینکه این تیکه اجازه نمیده که استرت بار شما راحت بشینه روی کار. خب بریم برای تست مرحله دوممون و برگردیم ببینیم چه اتفاقی میفته. با من باشید. خب برگشتیم برای رکورد قسمت دوممون. ما اون در واقع استرس بار رو الان نصب کردیم و دوباره تو همون مسیر قرار گرفتیم، جاده لشگرک، در واقع لواسون به سمت اتوبان ارتش، تا ببینیم که دوباره همون مسیر رو ما
با چه سرعتایی میتونیم تو پیچ بریم. من یه چیزی رو قبل از اینکه شروع بکنم بگم که واقعا سورپرایز شدم از زمانی که ما اینو بستیم، این استرس بار یا استرت بار رو در واقع بستیم، من دیدم که چقدر تفاوت ایجاد شد. نرمی ماشین به طرز عجیبی، یعنی دستاندازها رو خیلی راحت‌تر و نرم‌تر رد میکنه. ولی از این بگذریم، یه دور اول میزنیم تا ببینیم که با چه سرعتایی میتونیم وارد پیچ بشیم. این همون پیچ اول هستش که من همیشه گفتم پیچ خطرناکه. من حتی با وجود همین استرت بارم خیلی همین الان مشخصه که راحت تر پیچید. نمیخوام خیلی اغراق بکنم ولی شاید راحت بگم 20% راحت تر پیچید. نیم پیچ در واقع اول، بعد از اول یعنی همینجا خیلی راحت تره. من فکر کنم، من خودم داشتم کلیپ اول رو نگاه میکردم، فکر کنم از رو رگ گردن من بکنم بتونید متوجه بشید که چه فشاری سر پیچ به من میاد. اون فشاری که به صورت و چهره من میاد کاملا نشون میده سر پیچ چقدر پیچ تند میتونه باشه. الان ما 90 تا زدم تو پیچ، یه ترمز میزنم، دنده رو سه میکنم و همینطور که میبینید واقعا راحت تره. سورپرایز شدم. با دنده سه دارم میپیچم و با 80 تا سرعت، 75 تا سرعت، 80 تا، نزدیک 80 تا سرعت، جایی که من دیروز داشتم با 50 تا میرفتم الان قشنگ دارم با 70 75 تا 80 تا میرم. خیلی راحت. 70 تا سرعت توی پیچ، 70 تا سرعت توی پیچ، جایی که دیروز 50 تا 55 تا 60 تا میرفتیم. خیلی خوبه. واقعا سورپرایز شدم. فکر نمی کردم که تا این اندازه اثر داشته باشه. اصلا فکر نمی کردم. حس خیلی کمتری از دست اندازه بهتون میده. صدای تق و توقای ماشین خیلی کمتر شده. من میخوام بگم که اگر شما حتی اهل تند رفتن سر پیچا نیستین، که امیدوارم مثلا نباشید و کارهایی که ما داریم امروز انجام میدیم رو به هیچ عنوان تست نکنید خواهشاً. برای آرامش خودتون بستن این آپشن رو، حتی اگه بگیم نگیم آپشن، بگیم یه قطعه استاندارد که باید باشه، به خصوص اگر ماشینی دارین که کم کار کرده یا صفره، به نظرم فوق العاده است، چون جلوبندی شما رو خیلی صفر نگه میداره. این رو هم بگم که میتونم بگم مثلا 5-6%، 7% فرمونتون یکم صفرتر میشه، ولی اصلا آزاردهنده نیست. که شما فکر کنید فرمون صفر میشه و رانندگی براتون سخت میشه تو حالت حتی ایستادن دور درجا. نه، اصلا به هیچ عنوان. حالا تو همون مسیر برگشت به سمت لواسون، من دوباره همون تستایی که دیروز گرفته بودم رو و احساسی که نسبت به پیچ ها دارم رو به شما انتقال میدم. با 85 تا زدم توی پیچ، دنده رو دو میکنم و خیلی راحت‌تر 65 تا همون سرعت دیروز بود سر همین پیچ، چون این پیچ خیلی خطرناکیه. 70 تا و راحت دارم میرم. اینجا یه دستانداز داریم که این دستانداز رو رد کنیم، دوباره گازو میچسبونیم. تا توی پیچ 90 تا، یه پیچ تقریبا حالا نه خیلی با فشار زیاد، قشنگ 90 تا سر همین پیچ پیچیدم. 80 تا خیلی به راحتی. من سر این پیچ دیروز خیلی بهم فشار اومد، ولی الان
با 60 سرعت راحت پیچیدم. فکر میکنم اگر یه مقدار ریسکم و حتی بیشترم میکردم میتونستم بیشترم بپیچم، ولی خب من دنبال اتفاق بد نیستم. حرف من کلا اینه که آقا این قطعه واقعا تاثیرگذاره تو هندلینگ و توی راحتی سفر. این همون پیچه که دیروز من خیلی داشت در میرفت، اینجا بود که داشتیم در میرفتیم، الان راحت پیچیدم با 60 تا، دیروز با 50 تا داشت در میرفت. یعنی مطمئنا اگر من آمادگی داشتم اینو میتونستم 70 تا میتونستم این پیچ رو راحت بپیچم. دیروز توی رکورد اولمون آریا از من پرسیدش که اتفاقی که با بستن این قطعه روی ماشین میفته رو سر کمک ها چی هستش. من یادم رفت اینو دیروز توضیح بدم که خب حالا تو سوالی که از من پرسیدش این رو بگم. به چقدر خوب میپیچه، چقدر خوب میپیچه، واقعا خوبه، واقعا خوبه، اصلا مگه میشه. خب این رو بگم قبل از اینکه برسیم به ته این جاده که در نبود این قطعه تمام فشاری که شما از دستاندازها دارید و حتی سر پیچ دارید منتقل میشه به کمک فنرها و بعد توی اتاق تقسیم میشه. اتاق ماشین به مرور زمان به سر و صدا میفته، اونم تو جاده های ما توی ایران با این جاده های خیلی افتضاح. ولی زمانی که شما این قطعه رو نصب میکنید روی خودروی خودتون، باز هم میگم که اون مربع رو شما در واقع تشکیل میدید، ضلع چهارمش رو در واقع باعث میشید که استحکام ماشین خیلی بیشتر بشه توی جلوی حداقل سمت خودرو، سمت موتور خودرو. این هستش که یک بار این ضربات و دستاندازها حتی سر پیچ فشاری که به خودرو میادش جدای از اینکه تقسیم میشه بین هر دو تا چرخ، یک بار سر کمک میاد و دوباره همون نیرو انتقال داده میشه به پایین و از چرخ‌ها خارج میشه به سطح جاده. یعنی شما حالا شاید یه درصدیش به اتاق وارد بشه، شاید که نه، حتما یه درصدیش به اتاق وارد میشه و مابقی دوباره خارج میشه از سطح خودرو. بنابراین کاملا واضحه که اون ضرباتی که از سطح آسفالت هستش و ناشی میشه از دستاندازهایی که تو سطح جاده هستش رو شما یک بار سر کمک میارید و بعد دوباره همونو انتقال داده میشه به زمین. یه چیز خیلی راحتی هستش که اتفاق میفته. خب در انتهای ویدیو چند تا مطلب به ذهنم رسید که اینکه خواهشاً کاری که ما انجام دادیم و انجام ندید و مورد بعدی این که اگر خواستین این قطعه رو نصب بکنید پیش آدم ماهر برید، دست هر کسی نصب بریدش، در واقع دست آدم قول ندید. اینو ادیتور اینو چیز کن، بوق بذارش، بعد نباید میگفتم اینو. خلاصه این که مطمئن باشید با نصب این قطعه روی خودرو خودتون شرط بهتری هم برای خودرو خودتون هم برای کنترل خودرو توسط خودتون ایجاد میکنید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و سابسکرایب بکنید، لایک بکنید، اون زنگوله رو هم بزنید بذارید روی آل. خیلی خوشحال شدم دقایق ما هم بودیم. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدارتون باشه.